همه یک درگیری میون نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در دره پنشیر حدود 20 طالب کشته و زخمی شدند. منبع خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان از قبل یک طالبی که از این درگیری جان به سلامت برده است میگوید درگیری در کنار دهه آنووی ولسوالی همنام به وقوع پیوسته نیروهای مقاومت در یک حمله غافلگیرانه کاروان ماشین‌های جنگیان طالبان را به محاصره گرفتند. همه کشته شده ها از ولایت قندوز بودند. ایده ترکمن و ایده پشتون. ترکمن ها عمدتا از ولسوالی چهاردره و قلعه زال و پشتون ها از رستاهای اقسلان ولسوالی گورتپه و مرکز قندوز بودند، گفته است منبع سپوتنیک. بنا به اطلاع او در این درگیری 8 ترکمن و 10 پشتون کشته شده، 2 ترکمن دیگر هم به اسارت افتادند. این بزرگترین تلفات طالبان در دره پنشیر از زمان ورودشان به این منطقه در اول ماه سپتامبر گفته می شود. منبع سپوتنیک تاجیکستان از جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین درباره زده‌خوردها در 3 منطقه پنشیر، رستاهای گلزنگری دره حصارک ولسوالی روخه، آنوبه ولسوالی آنوبه و سنگونه ولسوالی بازارک خبر داده است. اما درباره تلفات جانبها در این درگیری ها معلومات مشخص در دست نیست. فقط معلوم است که نیروهای ما تلفات نداشتند و در آنوبه یک تانک هموی طالبان تخریب کرده شد. 7 سرنشین کشته شدند، گفته است این منبع. و همچنین از اول درگیری ها در ولسوالی خوست ورینگ ولایت بغلان نیز خبر داد که در پی درگیری ها در آنجا بنا به معلومات این منبع یک طالب کشته شده و طالبان با ارسال نیروی علاوگی از کابل به ولسوالی به گفتگو خانه ها پرداختند. طالبان این خبرها را تا حال شرح نداده است. تصدیق درستی خبری زده‌خوردهای اخیر بین طالبان و نیروهای مسعود توسط منابع دیگر غیر ممکن به نظر می رسد. حرکت تندرو طالبان در نیمه اول ماه اوگوست در بین همگی چند روز قریب تمام قلمرو افغانستان را اشغال کرد. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود برای مبارزه با رژیم نو طالبان جبهه مقاومت ملی افغانستان را تأسیس داد که نیروهایش در حال حاضر اساساً در دره پنشیر، منطقه اندراب‌های ولسوالی بنو، دهسالو و پول ایسار، همچنین در ولسوالی خوست ورینگ ولایت با پنشیر هم مرز بغلان به ضد جنگیان طالبان می جنگند. این همه مناطق کوهستان و دشوارگذر می باشند. اخیراً نیروهای مسعود ویدیو از بین بردن یک تانک طالبان را در پنشیر نشر کردند.